ساری روز دقیقی کودکو اخراو به دور بشی میگم ریمنت بگیرم کودکو را یه ریمونت بکنم نکی کودکو زیاد زدن ممکن است با کودکو را مجبوری صدیق میبری با مردنی میدادی که کار دادر نکنی در جای کار میشینی غیبتی هم کارو تا گوش کرده وقتی کاری تمام بشه نه خونه را اگه کی دقیقی رئیس میزنی هم ساعت 5 بشه کار میبروی میره دقیقی رئیس میگریزی دقیقی زنک میزنی من 2 سال باز همه کتا کتی میگردم من به کتی نو نمیخریمی؟ پس سودش یک استرانی نمیگیری؟ دخترات بیم خدا شکته من همین دستکی جمشویی کده میگردمی؟ من نفهمیدم ما برای چی زن گرفتم تو دیزه گفتنی؟ وقتی من پول قلنگ بردم دادم من بسیار بدنام گرفته بودم من حقم اکی یکان کاری خواهد یا نکنم بگیرم فوتبالت کنم چون سود منه نخی سود های دیگه چیکار میکنی میره گفتگیو زنک میگیری که زنک راضی باشه تاکسی خیلی همه گفتگیو تا گرفتم زنک تو راضی ها اجازت ما جلوم قضیه شهر بیرون برام نه میخزی میای جوجا رو باروی قربالو دو سه جوجا را سوای میکنی جوجا را میگیری میدوی که بچه ها انتظار بعد قطعی بچه ها جمع بشینه یکت طرفی برزاق انا که خیلم دام میگیریم جوجا زده دا میگیری ایزانا خلاص شدیم خیرت تو حکیم پسه اینجا اومدی؟ مردک بودن آسان نیست کلامت بشکنه تاریخ اگر ایره ننویسی این دخترها یا شونو کرده باشه که دستان نکی نختوری باسینش زورای نکی اکا چکر نسته نکرم این باسه نسی فاتح اونو جاگیرم اگه آفیس بپرم آی جان کی نسو رخ دفت شفرهای گذاتی چی میکنی؟ ندست بکن بیست کلوفه میگو 5 سببی که زنها از مردها راضی نیستند. یکم کم بودن اورانی تستوسترون، دوم گم شدن خواهش همخوابه شدن و پس بدن ارکسیا، سوم کم قوتی و خواب‌آلودی، چهارم استرس و با زنها بحث زیاد کردن، پنجم پیدا شدن هر گونه بیماری ها از جمله خنکی در عضوهای مردانگی. تصور کنید که همه این مشکلی ها را با تستوسترون شفافرما راه حلش را پیدا کرده اید و همچنین شفافرما حجامه بی پول را در شهر مسکو برای شما بر راه گذاشته است. مردانی که میخواهند تستوسترون خود را و حجامه بی پول را به دست آورند در واتساپ ما نویسید. اگر واتساپ ما را نداشته باشید در کامنتاری در اومده واتساپ نویسید و خود حاضر ما واتساپ خود را به شما روان میکنیم. خوارک خشروی در دندونای ورم صدقه رنین دندوناش ورم سیرا بایدو نه گفته سکی ورم ما نفهم پشکی بخون حالا هم مکه روزه فربشنه شکفتای که از سنگلی گرفته شکفتای توی دارم بیا خبر کدوم با نگوی من دگونه عروسم همی یک دختر در راه دیدگیم یک خانومی شناخته تیک توک اینستاگرام می‌کنیم که همی چو بشت نوید میکنی؟ باز کدوم کو؟ تو پرابلم کمونالی تو پرابلم گوشت تو پرابلم پیاز سبب در چیه؟ سبب در گشنگی سبب در گشنگی بازی باز کردی؟ پاکاک باز تمام در شوید من خیال میکنم که تو همی در مورد کارتوشکا گوش یا گام بزنم نرخشون میخیزم تو برای همون گام بزنی؟ رحمت کلان ایرا در استان همه پرکن باشه من امارا یا ویدیو چنان کجا اون ویدیویی که من بکنم تاب میپرن چی در قدرت خدا جانم کو اینمی اهمیت دگه انترا که که شوی ما در نفوره که ما ببرم ما همون روز هیل دیر شنا بیام باید کارم ببرم انا همون روزی که شوی ما را نمیفوره میگن نبرو نه که ما دیر شنا میام میبرم با دیل نخواهم اجازت میدم انا همون روز مگم پرابلم دارم میخوام اون روز که ماشین زدم عیبی من نبود نه که ما زدم ما خدمت پاساژ کردم شب طرفی водительский نزد نگفته طرف پاساژیرский короче کردم ده زدم
ای من نبود که من دیدم نشد اونجا همه را گروزید کنم شما همه شخص رو میکنم من باید همون روز من برآمدم پیشکی شما گفته بودم که من میبرم جانم برآمدن ده زنگ نزدم که اینا برآمده استم فرآمدم ماشین زدم تگیدم ده زدم شما زنگ زدم که من خالی کار شید تو گنده گناه کلام کردی تو مرا نگفته برآمدی بعد فهمیدم که اکازت نگفته ببرم مالای کار دویبات کردن میبرنه دویبات کردن میورنه برام پرابلم در حال دیدی. میخوام یکی از خصوصیات دخترها رو براتون بگم که وقتی که گپ میزنه بیشتر به گپات دقت کنیم. ما دخترها شاید یادمون بره که دین رو چی پسورد و گوشی مونده ولی این یادمون نمیره که دوشنبه 16 می 2020 ساعت 2:43 چی به ما گفته یادمون نمیره.